عده از جوانانی که شغل ندارن، کاروبار ندارن، درآمد ندارن، فقیر و ندارن، اینها مجبور میشن خود را به هر آب و آتش میزنن تا به کشورهای اجنبی و بیگانه خود را برسانن، به ایران و ترکیه و فلان کشورها برسن. سالها جان میکند، سالها زحمت میکشد تا مهر پنجلگی و دهلگی را پوره بسازد، تا اینکه مصارف برگزاری عروسی چند صد نفری در هتل 5 ستاره و چند ستاره را فراهم بکند، تا پول طلاهای آنچنانی را به دست بیاورد، تا اینکه رسومات گرفتن لباسهای رنگارنگ و قیمتی به قوم و خیش و اقارب عروس خانم را فراهم بسازد، هدیه و تحفه های عیدی و براتی و نوروزی و رمضانی و زمستانی و بهاری را آماده و فراهم بسازد. 5 سال، 6 سال، 10 سال عمر جوان در دیار غربت با یک دنیای از مشقت و سختی سپری می شود و بعد از این جوان با اندک پول و سرمایه از خارج بیاید به افغانستان، به کشور خودش. حالا اون مقدار پولی که آورده زحمت و رنج و درد چند ساله خود را یک روز در محفل عروسی مجبور است به مصرف برساند. سروران عزیز و گرامی، یک مصیبت بزرگ که امروز امت اسلامی را به کام فساد اخلاقی برده است، رسم و رواجهای کمرشکن در قضیه و مسئله ازدواج و نکاح است. این موضوع بسیار مهم است. امروز رسم و رواجهای بلند و بالا، مصارف کمرشکن و سیالداری و همچشمه های بیمورد و بیجا سبب و وسیله بروز فتنه و فساد اخلاقی در میان امت اسلامی و باعث هلاکت و نابودی نسل جوان شده است. متاسفانه با روی صحنه آمدن رسمهای بی‌معنا و مادیات خواهی و دنیا طلبی عده از خانواده ها چنان قضیه ازدواج و نکاح سخت و دشوار شده است، حتی عده زیادی از نسل جوان امروز ناامیدن، امروز دلشکستن و حتی قضیه ازدواج را ناممکن میدانند. هر اندازه شرایط و قیودات سخت و دشوار و رسم و رواجهای بی‌معنا و مادیات خواهی در قضیه ازدواج گره بخورد، به همون اندازه متاسفانه موضوع مسئله نکاح سخت و دشوار می شود و زمینه زنا، زمینه فساد اخلاقی و گناه و معصیت برای نسل جوان و مسلمان فراهم و مساعد می شود. در نتیجه این سختگیری های بیجا و مصارف بسیار بلند و مهرهای کمرشکن و دیگر رسومات که اشاره می کنم، در نتیجه همه اینها نسل جوان فقط 2 انتخاب دارد. یک، عده از جوانانی که شغل ندارن، کاروبار ندارن، درآمد ندارن، فقیر و ندارن، اینها مجبور میشن عقده های جنسی در دلشان بگیرن، احساسات جنسیشان را سرکوب بکنن، شاید تا یک مدت تحمل بکنن، تا یک مدت عفت و پاکدامنیشان را حفاظت بکنن، ولی متاسفانه این عقده جنسی در درون نسل جوان رفته رفته تبدیل به بم اتمی می شود که شرم و حیا و عفت و عزت و پاکی نسل جوان را به باد فنا می دهد، منجر به فساد اخلاقی، منجر به زنا، منجر به بی‌حیایی و گناه و معصیت می شود. و عده دیگری از جوانان خود را به هر آب و آتش میزنند تا به کشورهای اجنبی و بیگانه خود را برسانند، به ایران و ترکیه و فلان کشورها برسند. متاسفانه در این مسیر عدهشان یا طعمه گرگ و حیوانات وحشی می شود در دشت و بیابان، یا در سردی هوا روی زمین پر از یخ و برف جان می دهند، یا داخل بحر غرق می شوند، یا به آتش می سوزند، یا نهایت عده و تعداد از جوانانی که با یک دنیای از سختی و درد خود را به اون سرزمین و کشور برساند، سالها جان می کند، سالها زحمت می کشد تا مهر پنجلگی و دهلگی را پوره بسازد، تا اینکه مصارف برگزاری
عروسی چند صد نفری در هتل 5 ستاره و چند ستاره را فراهم بکند تا پول طلاهای آنچنانی را به دست بیاورد، تا اینکه رسومات گرفتن لباسهای رنگارنگ و قیمتی به قوم و خیش و اقارب عروس خانم را فراهم بسازد، هدیه و تحفه های عیدی و براتی و نوروزی و رمضانی و زمستانی و بهاری را آماده و فراهم بسازد. 5 سال 6 سال 10 سال عمر جوان در دیار غربت با یک دنیای از مشقت و سختی سپری می شود و بعد از این جوان با اندک پول و سرمایه از خارج بیاید به افغانستان، به کشور خودش. حالا اون مقدار پولی که آورده زحمت و رنج و درد چند ساله خود را یک روز در محفل عروسی مجبور است به مصرف برساند، چرا که خانواده عروس خانم تقاضا دارد این محفل باید در پیشرفته ترین هتل با حضور 1000 مهمان مرد و زن با داشتن چونین و چنان رسمهای کمرشکن برگزار شود. خب اینجا جوان عروسی برگزار کرد، به مجردی که خانواده را تشکیل میدهد، به همسر حلالی خود میرسد، در کنار هم قرار میگیرند، باز دستش خالی هست، قرضدار هست، بیکار است، درآمد ندارد. یک هفته بعد، یک ماه بعد باز مجبور می شود این مسیر پرخطر کشورهای اجنبی و بیگانه را پیش رو بگیرد، باز در این مسیر مسافر شود. اینجا 2 زوج جوان، پسر و دختر جوانی که نو به همدیگر رسیدن، به همدیگر نیاز و ضرورت دارن، حتی به خاطر دفع غرایز جنسیشان از همدیگر جدا می شود. اینجا آهسته آهسته زمینه فساد، زمینه بی‌حیایی و گناه و معصیت در میان امت اسلامی ترویج پیدا می کند. به این اساس این مسئولیت پدر مسلمان هست، مسئولیت مدیر و سرپرست خانواده ها هست، به خاطر الله جل جلاله، به خاطر حفظ عزت و آبروی خودشان و خانوادهشان در قضیه و مسئله نکاح و ازدواج بر جوان باید آسان بگیرد. این رسم و رواجهای بیجا و بیمورد و قیودات و شرایط کمرشکن را باید مسلمان ها از قضیه و مسئله ازدواج بردارند تا زمینه ازدواج برای نسل جوان به طور سهولت و آسانی فراهم شود. دروازه فساد، دروازه گناه و معصیت و دروازه زنا و فحشا بروی نسل جوان و امت اسلامی بسته شود. این مسئولیت فرد مؤمن و مسلمان است. اگر خدای نکرده به همین رسم و رواجها مسلمان اصرار داشته باشد، پابندی داشته باشد، بداند هر فساد اخلاقی که در میان جامعه اسلامی بروز می کند، اولین عامل و سببش و شریک اون جرم و گناه همین مسلمان است که به خاطر پول زیاد، به خاطر مادیات قضیه و مسئله ازدواج را در میان مسلمان ها و جامعه اسلامی سخت نموده است و زمینه فساد و گناه و زنا را آسان کرده. زنا ارزان شده و نکاح حلال قیمت. شریک این جرم و فساد و گناه همون پدر و مدیر و سرپرست خانواده است که بر اساس مادیات خواهی متاسفانه به رسم و رواجها توجه کرده و بالای داماد خودش فشار آورده و او را مجبور ساخته دیگران را از این رسم و رواجهای کمرشکن ترسانده. بله، به اون گناه و فساد شریک می باشد.